سرخط خبرهای مهم. 3 لیتر را هم به شناسنامه نمیدهند. چرا قربی روبل دوباره پایین رفت و برای ساختمان روغن 9 میلیارد دلار میدهند. سلام بینندگان عزیز و برنامه نویدی با امدادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 می است. ساکنان تاجیکستان به نشان دادن شناسنامه نمیتوانند 3 لیتر یک نوع معمول نوری مینرالی را خریداری کنند. فروشندگان این را طلب مقامات مینامند ولی مقامات قضیه را شرح نمیدهند. کشاورزان و باغداران 3 لیتر را برای دریافت حاصل خوب در داخل کشتزار و باغ خود میپوشند. یک تاجر نوری‌های مینرالی میگوید پلیس آنها را هشدار داده است که به خریداران به شناسنامه 3 لیتر نفروشند، در عکس حال جزا خواهند گرفت. با او گفته شده است که این یک تدبیر امنیتی است چون 3 لیتر میتواند همچون مواد ترکنده به کار برده شود. تلاش‌های ما برای گرفتن شرح مقامات از جمله نظری مسئولان وزارت امور داخلی به نتیجه بود. مقامات تاجیک فروش بعضی مصالح ساختمان از جمله مهر را نیز به شناسنامه منع کردند. در گذشته نیز اداره‌های انتظامی این تصمیم را شرح ندادند. تنها یک مقام وزارت کارهای داخلی چند سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که هدف پیشگیری از حمله‌های تروریستی است. دادگاه پروامایسکی بیشکک یک شهروند قرقیزستان را با اتهام شرکت در عملیات جنگی در اوکراین به 10 سال زندان محکوم کرد. بنا به حکم دادگاه محکوم شده از جانب جدایی خواهان دنباس می جنگید. دادگاه او را به زرخریدی ایبدار کرده است. در حکم دادگاه که مطبوعات قرقیزستان بازنشر کرد آمده است محکوم شده 31 ساله ماه ایون سال گذشته زمانی که در مسکو قرار داشت با یکی از گروه‌های مسلح مستقر در منطقه تحت نظارت روسیه لوهانسک پیوست و با جنگیان لوازمات حربی می‌برد. گفته می‌شود ماه ایول او به شهر بریانکا رفته و با پرداخت ماهانه 180,000 روبل به خدمت حربی داخل شد و پس از شامل شدن به خدمت در عملیات جاسوسی شرکت کرد. او پس از 6 ماه خدمت را ترک کرده به مسکو و از آنجا به زادگاهش شهر بیشکک برگشته است. خود ایبدار شونده به گناهش اقرار نشده و گفته است به خدمت نظامی برای دریافت شناسنامه روسیه شامل شد و ادعا کرده است که 180,000 روبل مبلغ جمع کرده خودش بوده برای خدمتش پاداش نگرفته است. در شهر دوشنبه ضمن یک میزگیر در موضوع رشد صاحبکاری استحصالی در کشور وضع مشکلات و راه‌های حل آن کارشناسان درباره افزایش استخراج معدن گفتند. با تاکید اقتصاددان‌های تاجیک نابرابری میان رشد این عرصه با ساحه‌های دیگر اقتصاد از جمله کارکرد محصولات نگران کننده باقی میماند. جزئیات این موضوع را در گزارش اسکندر فیروز و امیر ایسایف همراه میبینیم. بهادر محکمов از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم‌های تاجیکستان میگوید که در سالهای اخیر رشد اقتصادی تاجیکستان بیشتر به افزایش استخراج معدن بستگی دارد نه کارکرد آن. کشورهای دارای رشد اقتصادی میانه از کارکرد محصولات بر سر اهالی $2006 فایده میگیرند. در تاجیکستان باشد همگی $136 فایده است. ما از این کشورها 9 مراتب عقب ماندیم. از کشورهای پیشرفته اقتصادی باشد ما 45 مراتب عقب ماندیم. این آمار فعلی رشد صنعت تاجیکستان است. تاجیکستان از روی ذخیره‌های سرمه بعد از چین در جهان جای دوم و ذخیره‌های سرب در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل جای اول را می‌گیرد، اما اساساً با استخراج صادرات آنها مشغول است. الهام جان آی محمدزاده سردار سریداره گیالوگی نزد حکومت تاجیکستان در نشست اخیر مطبوعاتی گفت: حاضره یعنی که شرطنامه بسته شده به اخیر رسیده ایستاده است و ما نیت داریم که در آینده نزدیک شرطنامه نوی همکاری با مشخص نمودن فعالیت نیمبعده یعنی که بسته شود. ما پیشنهاد می‌نماییم از جانب سریداره بیولوژی و خدمات بیولوژی چین به حکومت جمهوری تاجیکستان اگر که دستگیری یابد ما کارها را ادامه میدیم. پاسخ شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان در نشست خبری با سوال رادیو آزادی درباره فایده از صادرات معدن و خاک‌های فلزات نادر به چین چنین بود: شده بودند در کودکس نوی انداز ما ماندن که
این هم خودی وزارت ما هم پیشنهاد کرده بود که زینه به زینه از سال 24 تا 26 دو مرتبه چهار مرتبه زیاد کردن اندازهای فروش کنسنتراتور. این پولی کلان که شد، مبلغ‌های بزرگ که شد، اونا مجبور میشن که کارخانه‌های متالورژی خود رو سازن. با حساب شیرالی کبیر هر یک کارخانه‌های آهنگودازی تاجیکستان از صادرات کنسنترات و معدن به خارج کشور به بودجه 350 میلیون سومانی بیشتر مبلغ وارد میکند. گذشته از این کارکرد دوباره معدنی به دست آمده باعث تأسیس جایهای نوی کاری و به این ترتیب بیشتر غنی شدن بودجه تاجیکستان می شود. بینندگان عزیز، بیشتر شما زیر این برنامه درباره قرب اسعار میپرسید و هم سوال میگذارید که چرا قرب روبل پایین رفت. بنا به قرب رسمی اسعار که همه روزه از جانب بانک ملی تاجیکستان مقرر کرده می شود، صبح امروز 1000 روبل روسی با 134 سومانی و 50 درم برابر شده است. این در حالی است که یک هفته پیش 1000 روبل با 137 سومانی عوض کرده می شد. سبب های کاهش قرب روبل را اقتصاددان ها به چند عامل ربط می دهند، از جمله سطح پستی فروش اسعار از جانب صادرکنندگان و بیرون برآوردن مبلغ از جانب اهالی. شروع از سال 2016 با دستور بانک ملی مبلغ انتقال با روبل در نقطه‌های بانکی تاجیکستان تنها با پول ملی یعنی سومانی با قرب مقرر شده در زمان مبادله داده می شود. بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های چین درباره جدا کردن 500 میلیون دلار برای ساختمان نیروگاه روغن در تاجیکستان خبر داده است. جین لیسون پرزیدنت بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های چین گفته است که این پول امتیازناک است. شرط دادن این مبلغ به تاجیکستان معلوم نیست و در خبر شرح ندادند که با کدام امتیاز این مبلغ داده می شود. این حرف روز 17 می هنگام سفر امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به چین صدا داده است. حکومت نیروگاه روغن را حیات و ممات تاجیکستان می نامد که در صورت انجام ساختمانش می تواند کشور را به استقلال انرژی برساند. نیروگاه روغن در صورت تکمیل بزرگترین نیروگاه برق آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و تولیدات نیروی برق را در تاجیکستان 2 برابر زیاد خواهد کرد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. هجدهم می در تاریخ اتحاد شوروی یک سنه فاجعه بار است. سال 1944 هجدهم می مقامات اتحاد شوروی تاتارها را از قریم به آسیای مرکزی بدرقه کردند. 200,000 نفر بدرقه شده بودند ولی بیشتری آنها در راه جان دادند. تنها در دوره پریسترویکای میخائیل گورباچوف بسیاری تاتارها توانستند به مکان بابایی خود برگردند. بعد اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014 تاتارهای قریم از پایمال و محدود شدن حقوق ملی و فرهنگی خود شکایت میکنند. 18 می روز بزرگداشت عمر خیام یکی از بزرگترین دانشمندان و شاعران فارس و تاجیک است که سال 1048 در نیشاپور ایران تولد شده است. او در عمر 84 سالش در شهرهای بلخ و سمرقند و بخارا، اصفهان و مرو که حالا در قلمروهای افغانستان و ازبکستان و ترکمنستان و ایران هستند زندگی کرده است. آثار عمر خیام که معروفترین روباییگوی فارس و تاجیک در جهان است تا امروز به 10 زبان دنیا ترجمه و بازنشر می شود. 18 می روزی بین المللی آثارخانه ها است و در تاجیکستان هم سالها اخیر رسم شده است که به افتخار این روز شب در آثارخانه برپا شود. تمام شب در موزه ها در بسیار کشورها برای تماشابینان باز می شود و مردم رایگان می توانند آثار تاریخی و فرهنگی را تماشا کنند. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را زیر این برنامه برایمان نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.